بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای مهربان و آرزوی بهترین ها برای دوستای عزیزم. امیدوارم که هر آنچه که مراد قلبیتون هست هر چه زودتر وارد مدار اجابت بشه و انشالله که دنیا به کامی رو داشته باشیم و روزگار بر وفق مرادتون باشه. الهی آمین. خب به نیت شما قهوه رو خوردم، برگردوندم، نیت کردم. هر نیتی که توی ذهنتون هست انشالله که هرچه زودتر به خواسته قلبیتون برسین، مشکلاتتون حل بشه و دعای خیر من همیشه همراه شما هست. حتما حمایت کنین و این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید، شاید اونام نیاز داشته باشن که ببینن و به کارشون بیاد. خب بریم که تفسیر کنیم فال قهوه امروز رو برای دوستای قشنگم، عزیزانی که دنبال نشونه ای از کائنات و خداوند بودن، ببینیم که چه پیامی براشون داره. در ابتدا من دارم یک حلقه شکسته میبینم، انگار که رابطه شما اونطور که باید تمام و کمال باشه کامل نیست و گاهن خودتون رو خیلی بیرون از دایره این رابطه میبینیم و شاید خیلی جدی نشده باشه براتون و بعضی موقع حتی تصمیم میگیرید که برید، اما انگار یه جوی پای شما گیر کرده و دوباره توی اون مسیر دایره وار قرار میگیری. اینجا دارم میبینم که یک شادی داری، دم نهنگ دارم میبینم، کسی که توی حروف اسمش نون بزرگ داره، مثل حسن، حسین، و خودش الان در حال حاضر توی یک حالتی از بلا تکلیفی به سر میبره، اما خیلی تو فکر شماست و میخواد که یک شروع جدید و یک دوره جدیدی رو با شما شروع کنه، آغاز کنه. دلش خیلی گرفته است، ناراحته، اما دارم میبینم که انگار یک کوله پشتی انداخته روی دوشش، داره به سمت شما میاد. تعجب میکنی از این حالت این آدم. حتی اگر خودت اسمت حسین یا حسن یا نون بزرگ داشته باشم، ممکنه که این حالت رو در رابطه با کیس احساسی داشته باشی. از دیدار شخصی در جایی که خیلی غیر منتظر است تعجب خواهی کرد و حالت سورپرایز شدن و خوشحالی رو دارم برات میبینم. عزیزم برات معجزه دارم میبینم. مدتی بوده انگار که دست و دلت به هیچ کاری نمی رفته، یا حالت کسالت، مریضی، انگار که یه چیزی باعث شده که مدتی توی رخت خواب بیافتی، یا اینکه اصلا نمیتونی کار بکنی. بلند شدن رو دارم برات میبینم، معجزه وار. و اینجا یه فلفل یا حالت بامیه افتاده که نشون دهنده اتفاقات خوب و نماد خیلی پر انرژی هستش توی فال قهوه. خیلی قشنگه. توی نعلبکی من راه و مسیرهایی که کائنات پیش رود قرار میدن رو دارم میبینم به زودی و مسیرهای جدید، پیشنهادهای جدید خواهی داشت که عالیه. تا 23 برج، حالا که الان توی خرداد ماه هستیم، خب ممکنه همین 23 خرداد باشه، یا شاید ماه آینده تیر، یا یه ماهی که 23مش شما انگار توی یک مسئله برد داری، موفقیت داری و گشایش توی کارهات ایجاد میشه و میگی همینه. کلا عدد شانستون رو دارم 3 میبینم و اینکه ساعت 3 روزهای 3 شنبه هر چیزی که میخوای انجام بدی روی عدد 3 برات فرکانس و انرژی خیلی خوبی خواهد داشت. پس به این نکته حتما دقت کن. اضطراب ها، استرس ها، حالا دلشوره هایی که داری تبدیل به آرامش و خوشحالی میشه. قرار نیست چیزی به وجود بیاد که تو رو پریشون کنه یا به همت بریزه. این همه استرسی که داری میکشی نهایتاً تموم میشه و اتفاق منفی برای شما نمیبینم. اگر درگیر سندی هستی، مخصوصا با شخصی به نام علی، یا اگر خودت اسمت علی هست، برات دارم میبینم روی وعده 4 یا توی تیر ماه گشایش خواهی داشت. دیدار و ملاقات احساسی و عاشقانه‌ای که بعد از یک مدت فاصله یا سردی بین شما و کیس احساسیت به وجود اومده بوده و بیشتر این فاصله انگار به خاطر مسائل مالی بوده، این مشکلات حل میشه و دیدار اتفاق میفته. شما از پایه از اینجا به هم وصلین، میبینین حتی اگر بینتون فاصله باشه دارم میبینم که شما وصلید و جدایی ندارید.
اینجا باز دم نهنگ دارم میبینم که این بیرونم افتاده بود، دلالت داره بر شروعهای جدید، پایان یک دوره مالی یا احساسی و آغاز دوره جدید مالی یا احساسی. حالا نیت شما هرچی که بوده نسبت به اون داره میگه که توی برج 4 اتفاق میافته. رقم 50 مالی، پول به دستتون میرسه، اما انگار بعد از یک درگیری و کشمکش یا انگار مثلا به زور پولی اگر دستتون رفته برگرده، 50ش برمیگرده. یک مهر ماهی دارم اینجا میبینم که براتون پررنگ افتاده و خوشحالی از سمتش داره، یه خبر خوبی رو داره براتون میده، احتمالاً تلفنی هم باشه. تولدتون مبارک، خرداد ماه عزیز که سورپرایز شدن توی تولد رو دارم میبینم و تولد امسالتون خیلی متفاوت خواهد بود. ببینید اینجا من یه چشم دارم میبینم، چشم حسرت روزای گذشته رو نخور. گاهن انگار که اشک ریختی، گریه کردی، ناراحتی در رابطه با یه چیزی که شرط بسته بودی و نشده. قصه نخور، چون این هلال ماه نازک داره میگه که شما به آرزوی دیرینت میرسی عزیزم. پیشرفت کاری داری، ارتقای شغلی رو داری انشالله. امید خدا، توکلت به خدا باشه. سوره یاسین رو زیاد بخونی روزها، خیلی میبینم که احتیاج به پاکسازی و تزریق انرژی معنوی توی زندگی شما هستش. خب اینجا دارم میبینم که آقای ناامید دست از پا دراز داره، انگار از جایی بر میگرده، اما خانومی افتاده دنبالش و داره باهاش صحبت میکنه، انگار که میخواد از جایی که میخواد برگرده برش گردونه. اینجا دارم تاثیر عشق، احساس رو میبینم که حالا اون شخصی که به سمت شما قدم برداشته دلی داره این کار رو انجام میده، واقعا دوستتون داره و هیچ چشم داشته دیگه نداره و چون نیتش خیره و میخواد قدمی رو برای شما برداره، خداوند و کائنات هم میبینم که کمک حالتون خواهد. اگه از چیزی ناامیدی آقایی و میخوای منصرف شی دیگه ولش کنی، رهاش کنی، فال داره میگه که دقیقه 90 دوباره آغاز و شروع جدید رو دارم برات میبینم و اینکه محمد نام راه مسیر برات باز میکنه. باز اینجا اسم حسین افتاده، ممکنه محمد حسین حتی باشه. فعلا در حال حاضر یک سری بنبست ها رو دارم میبینم که از لحاظ فکری هر چقدر فکر میکنی به جایی نمیرسی انگار، اما چون مربع بشارت و شادی داره میده، میگه که روی 3 وعده یا تا پایان آخر همین ماه خرداد راه ها برای شما باز میشه. الان اصلا هر کاری هم که بخوای انجام بدی مسیرها بسته است، این مسیرهای بسته الهیه. خب اینجا اسم رؤیا رو دارم میبینم برای شما، رؤیا پررنگ میشه. اگه داری رؤیا بافی میکنی، میگه به رؤیاهای دیرینت میرسی، پس بنویس آرزوات و درخواستات رو بنویس، چرا که رؤیاهای شما به حقیقت میپیونده. اسم مجید یا خوندن دعای مجیر دارم میبینم. حالا مجید یا ذکرش رو بگید یا مجید رو یا دعای مجیر رو یک بار بخونید. اتفاق مهمی که منتظرش هستین انگار مسیرش باز میشه و حالا از این بستگی های الهی بیرون میای. با این ذکر، با این دعای قوی میتونی شما خودت زودتر مسیر رو برای خودت باز بکنی. بعضی موقع این مسیر امتحان ما هستن، ما باید درسی رو بگیریم و بهتره که اصلا با کندی پیش بره تا اون درس رو بگیریم. خب از زندانهای فکری، از قفسهای فکری بیرون اومدن رو دارم می‌بینم، یا اگر مشکل کاری مثلا قانونی دارین، مشکلات رو به حل شدن. قطع قله برات افتاده، آغاز و شروع راه جدید مالی رو دارم میبینم، مثل رود پول به زندگی شما جاری میشه. اسم بهزاد براتون خیلی خوبه توی این مسیر و دوباره اسم حسین، حمید، حالا کسی که حروف اسمی هیجیم توی اسمش باشه. و اینکه وصل شدن، یکی شدن، اینجا قو افتاده. جشن احساسی دارم میبینم، مسافرت با کشتی یا رفتن به جایی که بندری هست، دریایی هست رو براتون میبینم. و اگر بخواید اونجا کاری رو انجام بدید، کسب کارتون رونق پیدا میکنه و اصلا فال داره میگه کائنات و خداوند میخوان که شما به سمت سوی مثبت و به سمت
ثروتمند شدن حرکت کنین. نیت احساسی اگر داشتین و دارین فالو گوش میکنین، فال میگه که به اون چیزی که از ته دلت خواستی میرسی، رابطه گرم میشه یا اونی که میخوای توی زندگیت میاد روی 3 وعده زمانی، یا بازم میگم تا پایان همین برج 3. ببینید این فال تاریخ و زمان نداره، یعنی هر زمانی که شما اومدین و فال رو دیدین میتونین نیت بکنین و گوش بکنین، چون انرژیش وارد مسیر زندگیتون میشه. و اینکه ذکرهایی که بهتون گفتم، سوره هایی که گفتم رو حتما بخونید، چون واقعا راهگشا و کمک کننده هستن توی مسیر الهی که داریم. انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره و روزهای پیش رو روزهای رسیدن به خواسته باشه برای شما و امیدوارم همیشه سلامت و آرام باشید و درهای گنجینه های الهی، چه ثروت، چه سلامتی، چه عشق همیشه برای شما باز باشه.